فیصله یک طرفه طالبان به نفع کوچی‌ها در ولسوالی سنگتخت و بندر و مجبور کردن مردم به پرداخت 3 میلیون افغانی به کوچی‌ها. آیا کوچی‌ها قومی برتر نسبت به دیگران است؟ ولسوال طالبان در سنگتخت و بندر از پاسخ دادن به قضایای اخیر در آن ولسوالی تفره رفته و فرار کرد. به تو اجازه است که مردم بازداشت بکنی ولی اجازه نیست که پاسخ بدیم؟ Central Afghanistan. بسم الله الرحمن الرحیم. گروه طالبان در ولسوالی سنگتخت و بندر ولایت دایکندی و منطقه سیاچوب 2 نفر از باشندگان محل را بازداشت کرده و از کل منطقه نیز مبلغ 3 میلیون افغانی خونبها برای کوچی خواسته است که 45 یا 46 سال پیش در درگیری با مردم محل کشته شدند. منابع مردمی میگن که در آن درگیری تلفات بر ما نیز وارد شده بود، ولی گروه طالبان تنها خون کوچه ها را حساب میکند و خون مردم محل که بر آنان تجاوز شده است هیچ. اما پاسخ طالبان در این زمینه چیست؟ سلام بر شما دوستان عزیز، بیننده و شنونده سنترال افغانستان هستین. امروز 5 سپتامبر 2023 میلادی و 14 سنبله سال 1402 هجری شمسی هست. باشندگان محل در منطقه سیاچوب ولسوالی سنگتخت و بندر ولایت دایکندی در تماس با سنترال افغانستان مدعی هستند که گروه طالبان 2 نفر از باشندگان محل که پدر و پسر هستند به نام علی مدد و محمد علی را بازداشت کرده و از کل منطقه سیاچوب نیز مبلغ 3 میلیون افغانی خونبها خواسته است. طالبان به باشندگان محل گفته است که 45 یا 46 سال پیش زمانی که کوچه ها به سیاچوب حمله کرده بود، در آن حمله یک کوچی کشته شده است و اکنون مردم محل باید 3 میلیون افغانی به کوچه ها خونبها بدهد و علی مدد و محمد علی هم قاتل هست و باید در زندان باشد. باشندگان محل میگه که در آن درگیری که کوچه ها مقصر بودند و بر ما حمله کرده بودند، تلفات بر مردم محل نیز وارد شد و آنان چندین زخمی داشتند، ولی گروه طالبان اکنون تنها کشته شده کوچه رو حساب میکند و زخمی های باشندگان محل را مد نظر نمیگیرد. در کنار این که مردم میگن ما حمله نکردیم، کوچه ها بودن که بر ما حمله کردن به قصد گرفتن خانه های ما، زمین های ما و دارایی های ما و کشتن ما فقط از خود دفاع کردیم. به اکنون گروه طالبان اما در هر صورتش حق را به کوچه ها میدهد. علی مدد نام که باشنده اصلی سیاچوب هست و در اواخر در جبرائیل هرات زندگی میکرد، در تاریخ 9/6/1402 هجری شمسی از جبرائیل هرات بازداشت میشه، بعداً به کابل منتقل میشه، از اونجا به نیلی و بعداً به ولسوالی سنگتخت و بندر ولایت دایکندی و بعداً پسرش که حتی پس از رویداد متولد شده به نام محمد علی نیز توسط طالبان بازداشت شده و اکنون هر دو در زندان طالبان در ولسوالی سنگتخت و بندر به سر میبرند. باشندگان محل میگن که همین لحظه هم مردم در تلاش هستند تا 3 میلیون افغانی را که طالبان خواسته تهیه بکنه، ولی در توانشان نیست. اکثرا پول نداره و با وجود که سر خانه ها اندازه کردن، بسیاری از خانواده ها به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتوانند آن پول را پرداخت کنند. اما سخن اینجاست که باشندگان محل مدعی هستند که کوچی ها بر ما تجاوز کرده، سر ما حمله کرده، ما از خود دفاع کردیم، این حساب نمیشه. از ما در طول این چند سال بیش از 10 نفر کشته و زخمی شده حساب نمیشه، ولی کشته شدگان کوچی هر از گاهی میای ادعا میکنه خانواده‌شون و خونبها میخواهد. چون این بار سوم چهارم هست که در ولسوالی سنگتخت و بندر چون این مورد رخ میده و در ولسوالی سنگتخت و بندر مشخصا منطقه سیاچوب شاید این سومین موردی هست که کوچی ها این گونه خونبها میخواهد، در حالی که در همین درگیری ها چندین نفر از باشندگان محل کشته و زخمی شدن حساب نمی شود. ما در این زمینه دیدگاهی طالبان را گرفتیم، تماس داشتیم با ولسوال طالبان صادق خان و خوب خود بود که دوستان گرامی صحبت های اونا را هم بشنویم که چی میگه اینا در این زمینه. جناب صادق خان، ولسوال امارت در ولسوال سنگتخت و بندر، سلام بر شما، وقت بخیر. صادق خان، ولسوال سنگتخت و بندر. من نصیر ماهدی هستم از تلویزیون اینترنتی سنترال افغانستان تماس گرفتیم. جناب ولسوال، موردی که در سیاچوب پیش آمده و باشندگان محل مدعی هستند که شما فردی با نام
خدا جوبه را جسا گپ کو ما این پر در ما اجازه نیه که گپ کنید جوبه را جسا گپ کو. جناب ولسوال، نفر را شما بازداشت کردین و از مردم هم شما پول گرفتین و این افراد هنوز هم در زندان شما به سر میبره. شما ولسوال هستین، یعنی چطور است که به شما اجازه هست که یک نفر بازداشت بکنید و حکم سرشان جاری بسازید، اون هم حکم یک طرفه، ولی پاسخگو نمی باشید؟ در ما اجازه نیه که گپ ما بکنیم، در ما اجازه نیه. به تو اجازه هست که مردم بازداشت بکنی ولی اجازه نیست که پاسخ بدین؟ نه ما گپ نمیکنم، در ما اجازه نیه که ما در رادیو گپ بکنیم. شما به عنوان مسلمان، شما به عنوان یک انسان، شما به عنوان یک افغانستانی، شما به عنوان یک مقام طالبان که خودتان را خادم مردم شعار میتین هستین، چطوری به خودتان اجازه میتین که حکم یک طرفه صادر بکنید؟ این همه کشته از مردم هزاره و مردم ایماق و مردم شیعه در اون منطقه میشه نادیده بگیرین، ولی وقتی که یک کوچی که خودش هم متجاوز بوده سر خانه های مردم حمله کرده کشته میشه، حالا از مردم خونبهایش را میگیره و هم قضیه‌ای که مربوط 45 سال پیش میشه و شما بچه از آدمی که بازداشت کردین 5 سال بعد از قضیه متولد شده باز هم او را بازداشت کردین. از شما ما نکردیم، ما در ما نکردیم، دا یرات گیر شد، دا کابل آورد، دا کابل دا کلی آورد، دا کلی اینجا آورد. این خودش اقرار کرد، شاهد داره، پدی ما خو نکردیم، کار از ما نیه، نه ما کار کردیم، نه ما خبر بودیم. این شفیده خودش مامای ششتا بود، بچهش اقرار شد، خودش اقرار شد، این فیصله را شفیده کرد، ما نکردیم واجسا. ولسوال صاحب صادق خان، اگر این مردم خودشان کار میکردن پس چرا باید بر رسانه ها پیام بده و سر و صدا بکنه؟ یک موضوع دیگه، اگر یک نفر زیر شلاق و زیر میله تفنگ و زندان بگیره هر چیزی به عهده میگیره، امین از اگر خودت یک نفر زندانی بکنه، شلاق بزنه، سر زور بگه، فکر نمیکنین که شما هم هر چیزی که اونا بگه قبول میکنید؟ مردم اگر راضی باشه، یعنی چرا باید راضی باشه که به هم زندان بره، هم به بر شما پول بده، هم در حالی که خودشان به مراتب بیشتر از کوچه ها متاسفانه شهید داده؟ در زور کار میکنید، مردم ادعایش نمیست که شما سرشان تحمیل میکنید. بله؟ خب تماس و قطع کرد ولسوال طالبان، اما بعدا زنگ زد و کارمند اداری خود گوشی را داد که با من صحبت بکنه. من صدای کارمندش نشر نمیکنم به خاطر از اینکه کارمند عادی هست و شاید جالب هم نباشه از باشندگان محل بودن و به او میگفت که تو چون چیزی بگو و این کارمند اداریش گفتن که مردم ملامت هستن و مردم خودشان آمده قبول کرده که ما همه کوچی رو کشتیم و خون میتیم و این نفرها را هم زندان کنید به خاطر از اینکه یا قاتل است، در حالی که باشندگان محل چون چیزی نمیگن. باشندگان محل میگن که این دو نفر بازداشت کردن و به مردم هم زور گفتن که اگر در زور شما در رضا شما پول شما میگیریم، باید پول بتین. مردم صحبت کرده که علی مدد نام در خط اول جنگ بوده و زمانی که درگیری شروع میشه کوچه ها پیشروی میکرده و کسی که کشته شده بوده هم جزی تکتیراندازهای طالبا بوده که چه کوچه ها بوده که سر مردم فری میکرده و در مورد درگیری چند نفر از باشندگان محل زخمی هم میشن. در نهایت کسی که در خط باشه قطعا برای دفاع از خود زده، حالا معلوم نیست که مرمی علی مدد خورده یا از کسی دیگه، او کوچه کشته میشه و کوچه ها حملشان دفع میشه. بعدن حکومتی که در اون زمان بوده هم بالاخره به خاطر از اینکه صلح شوه میگه خیر کسایی که زخمی شده چون زنده شده و جور شده ازشان میگذریم، چون اون زمان هم حاکمان منطقه دوستان عزیز مردم پشتون بوده و اما کوچه را خونبهایش را باید مردم بوز و گوسفند و شتور و هر چی که داره اموال بالاخره بده، مال دارایی خوده و مردم یک مقدار ظاهرا گاو و گوسفند و بوز خونبه ها با کوچی و زمان هم داده بوده. مثلا میشه ختم زمانی که طالبا روی کار میآیه در چندین مورد کوچه ها میگن شکایت کرده و از باشندگان محل پول میگیره و این قضیه هم پیش میاد. خانواده‌اش هم شکایت کرده و از مردم حالا 3 میلیون افغانی خواسته، 2 نفر هم که زندانی شده. ولسوال طالبا صدایش شما دوستان عزیز شنیدین که گفت امی بچه علی مدد اعتراف کرده و خود علی مدد اعتراف کرده که قاتل ما هستیم. بچه علی مدد 40 ساله هست، محمد علی. پدرش هم 85 ساله هست. پدرش در درگیری بوده، گفتم در خط اول نبرد هم بوده، ولی پسرش حتی متولد نشده. پسرش
5 سال بعد یا 6 سال بعد از قضیه متولد شده، پس چطور مسئولیت را بر عهده بگیره؟ ما این مسئله را از طالبان هم سوال کردیم، اما چون کارمند اداریشون بودن صدایش نشر نکردیم، ولی اونا خب پاسخش این بود که مردم آمده خودشون رضایت داده که ما همین کارا میکنیم و اگر اینجاست که مردم زیر شلاق و شکنجه رضایت داده. این موضوع مهم است. چند نکته دیگه هم در مورد امی سیاچوب دوستان گرامی. مبلغ 10 لک افغانی را سال گذشته مردم سیاچوب در پی امی ادعای کوچه ها همین گونه به کوچه ها داده بودن، مجبور شده بودن، چند نفرشون زندانی کردن که من اون زمان هم گزارششان را نشر کردم. کوچه ها مدعی شده بودن که چند سال پیش یک فردشون در امی سیاچوب کشته شده، ما هیچ نمیفهمیم که کی کشته، در کجا هم کشته، سالش هم دقیق یاد ما نیست، فقط اینمی نامش بوده، نامش هم حالا یادم رفته کی بوده، در امی سیاچوب کشته شده، ما نمیفهمیم کجایش است. حالا مردم باید تاوان بدن. 10 لک افغانی رو اونگونه گرفته بودن در حالی که هیچ معلوم نبود که او کی بود، در کجا کشته شده بود، کی کشته بود، اصلا وجود داشت یا نداشت. در یک اتفاق مشابه دیگه طالبان سال گذشته مبلغ 26 لک افغانی 2,600,000 افغانی و یک مل اسلحه کلاشینکوف از مردم چارقل میری بابت قتل یک کوچی که او هم 30 سال پیش رخ داده بوده توان گرفته بود. او هم در درگیری های بین قبیلوی بوده کشته شده بوده. و نکته دیگری که باید اشاره بکنم همواره کوچه ها متجاوز بوده. کوچه ها بوده که سر مردم حمله کرده و در اونجا مردم زمین داره، خانه داره، سکونت داره. کوچه ها مثل که همین سالهای اخیر زور میگفت، او زمان هم زور میگفت، چون کلا حاکم ها و حکومت ها دست قبیلهشون بوده است. از سوی هم دو جوان با نام های هادی ولد حاج ظاهر و حسین علی ولد خداداد تحت حاکمیت طالبان در همین حاکمیت خود صادق خان که من از پیش قچه صحبت کردم در ولسوالی سنگ تخت بندر کشته شدن که هادی ولد حاج ظاهر مسکنه دهنه قوری سیاچوب در منطقه دهنه غرغره به قتل رسید و حسین علی ولد خداداد از منطقه چارقل میری در دهن خیرعلی به قتل رسید است. خانواده زمین آدما رفته پیش طالبان شکایت کرده ولی طالبان حتی حاضر نشده که نیمه پرونده را بررسی بکنن. کوچه ها هم در طول سالها 10 نفر از باشندگان محل را کشته، زخمی کرده، خانه هاشون آتش زده، صدها گوسفند و گاو و مرغ مردم حتی برده، محصولات زراعتیشان چرانده، خانه هاشون آتش زده، هیچ کدامشان حساب نشده و مسئولین طالبان فقط طرف کوچه ها را میگیرد. کوچه هایی که نه سند داره، کوچه هایی که همیشه وقت خودشان متجاوز بودن، اما امروز حرفشان اولویت داره. نکته ای که من قبلا هم اشاره کردم، باشندگان محل هم گفت و گروه طالبان پاسخگو نیست. اینا میگه که باید با حاجی امین که منظور والیشان هست صحبت کنند. والی متاسفانه هرگز پاسخگو نیست. والی طالبان در اول در دایکندی خیلی روش خوب بود، متاسفانه در این وقتها هم رویه‌ای بد با مردم دست گرفته و هم هرگز پاسخگویی نداره. دوستان گرامی، شاید بزرگترین کمک شما اشتراک گذاری همین کلیپ باشه. شاید دیگه مقام های طالبان همین کلیپ رو ببینه که قطعا هم میبینه.